احمد جان حسنوف بنابر معلومات عمومی تا حال دسترس شده خردسالترین قربانی حادثه مرزی بوده میتواند. او 3 سال داشت. با پدر و مادرش روز 16 سپتامبر به جای امن فرار میکرد. ماشینشان تیرباران شد. او کشته و پدرش سخت زخمی شد. تیر آمده و آینه بود زده بود که رسالت بیبی احمد جان در این حمله نجات یافت، اما شاهد مرگ نبیره اش گشت. بینم لولهشتش آبا هم تو بینم اشکمچش به تیر زدگی رودش برامز است. من دکتر میبرم که کردم نه حضور همه ما میبرم. پدر احمد جان در بیمارخانه است و احوالش وزنین ارزیابی می شود. پاوچه کشو دستشو اکن محبوب خانه برای درام دیده بودن که انم تیم همه جوش دیدم و دست پاوچه کوش انم اکن 7 تیر من راست دیگه یورا کر رفتن نمیتونم کلنم تام شما رو بید من اینجا استم با این با خود تعزیت چه با این آدم یک دنیا آدم شد. تاکنون اسمی بیش از 10 نورس و کودک معلوم گشته است که در مناقشه مرزی کشته شدند. مقامات قرقیزستان نیز از هلاکت چندین کودک و نورس در این مناقشه خبر دادند. حاجی رخانی 16 ساله ساکنی چارقشلاق اسفره آن روز همراه با خانواده‌اش از ده فرار می‌کردند. مرگ در راه به سراغش رسید. ما بالی ماشین ننده بودیم اینجا آمده بودیم که دنگی شد همون چیزی همون وای زده بیست اینجا دخترم بزار احسانی تا بانیزه رفتیم که ادا شد بچه خونش ریخت ادا شد. تعدادی نورس و کودکانی زخمی شده معلوم نیست، ولی خبرنگاران بیش از 10 نفر زخمی را حساب کردند. برخی در بیمارخانه و برخی در خانه طبابت میگیرند. مریم خانی 8 ساله ساکنی گذری تگی صدای چارکو نیز آن روز فرار میکرد. جنگ تمام آمدن ما را گرفته و رفته ایستان ما از کوکا زد. پس از 1 هفته مناقشه در مرز دیگر صدای تیر شنیدن نمی شود، ولی صدای گریه پیوندان قربانیان تقریبا در هر دهه مرز با قرقیزستان شنیده می شود.